دوستان این ویدیو رو ببینید. نماز که میخون به اون قسمت تشهد که میگه اشهد ان محمد رسول الله، شهادت میدم که محمد رسول خداست، خودش چی میگفته؟ بس یعنی ممکنه که کسی با دیدن این ویدیوها حتی به شک هم بیفته. درسته که سوال پرسیدن یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد انسانه، اما همین نوع سوال پرسیدن سطح درک و شعور پرسنده سوال رو هم مشخص میکنه. خیلی ساده هستش. همانطور که یه نماینده و منتخب مردمی قبل از همه خودش باید به این امر اعتراف بکنه، یه نماینده و منتخب الهی هم قبل از همه خودش باید معترف باشه به این انتخاب شدنش. رسول الله علیه السلام هم که خودشون رو پیامبر نکردن، بلکه از جانب الله سبحانه و تعالی انتخاب شدن و ایشون با بیان شهادتین به این حقیقت اعتراف میکردن. همانطور که ما مسلمان ها به 6 رکن ایمان داریم، رسول الله علیه السلام هم به این ارکان ایمان داشتن و نبوت هم که یکی از این ارکان هستش. دقت کنید که خداوند متعال در این آیه چی میفرمایند. آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.